کاکا جور هستی؟ کاکا جور هستی؟ صحتت خوب است؟ اما هر کی در دنیای خود هفته‌ها سودا میکنیم. اینمی سرمایه چقدر از کمیجه است؟ اینمی سرمایه ما زیاد بشه 200-300. 200-300. از کجا آوردی هفته‌ها را؟ از شهر میاری. از شهر میاری. هفته‌ها را از شهر میارم. چند دانه آوردی؟ حالا 19 دانه است. 19 دانه. ده هر هفته‌ها به تو چقدر فایده میمونه؟ 3 روپیه 4 روپیه میمونه. همین 20 دانه را که سودا بکنی دسترسی 60 روپیه فایده. 60 روپیه پیسه مینان خوش کم پورا. در این 60 روپیه چند نفر چشمش هست در خانه که بازی رو ببری؟ 7 نفر. بله. خانه حتما کرایی باشه. یعنی هیچ دمدان جور نمیه 60 روپیه. جور میه؟ ما یک چیز را میخوایم پرسان بکنم. چند سال از در کابل زندگی میکنی؟ در کابل تقریبا 13-14 سال میشه. 13-14 سال. چند پادشاهی را دیدی؟ حالا دیگه پادشاهی 3-4 پادشاهی را دیدیم به نظر خود ما. از همون زمان تا به حال به می یک شکل است یا کدام تغییر در زندگی تا آمده؟ والا نه سابق خوب بود تا حالا در این زمان که وضعیت خراب است. یعنی حالا گفتم 7 نفر هستیم خدا و رسی کرای خانه کرای برق جوری ناجوری کلش ایران ماندیم بچه جوانم ندارم که بعد برای کار کنه زحمت بکشه خودم می صفحه شده اشتکای مخورد است درس تعلیم از واره پیش برم غم خانه را بخورم چیر کنم بیشتری بیادر آمد که سر زخم نمک باش نده گلون ما بسته است چی کنیم چاره نیست. همیشه میگیم خدا مهربان است، بدون شک خدا مهربان است، اما باز یک چیزی به ما به حکومت ما برای کسایی که از وسط توانشان میشه باید شود. کسایی که ما یک خواهش دارم، ما همیشه میگم کسایی که وسط توانتان میشه کمک بکنین، اما گپی است که اینمی کمک تا چه وقت بالاخره یک کار صحیح شود نه پخته محکم. یک کار برای سرنوشت جور شود، یک فابریکه جور شود، یک شرکت ها جور شود که برای مردم کار کنه از این مصیبت آدم جمع شود. دیگه چاره نیست برای مردم چاره نمانده. نه شرکت است نه بعد در جای در صفایی میگیرید نه در کار میگیرید نه در دیگه نه در دیگه. ایران مونیم چی رقم کنیم مجبور هستیم فامیل بیشتر این بیادر گفتیم که یک جای شود که ما را در چا بندازه خلاص بیغم شیم چی کنیم چاره نیست. چی بگویم یک چند تا تصویر ببینید.